برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان محترمی برنامه تحلیلی دیدگاه. در استودیو با شما شوکت محمد هستم. در برنامه امروزه درباره توطئه‌های بی‌پر و بال منصبدار صحبت می‌کنیم. منصبدارانی که بجز تکرار حرف‌های رئیسشان یک حرف علاوه‌ای گفتنی ندارند. تماشابینان گرامی، در بین خلق یک لطیفه هست. نفری از همکارش میپرسد که آیا تمساح کرکدیل پرواز میکنه؟ همکارش این سوال دهنده را به ابلهی متهم کرده میگوید که چگونه تمساح کرکدیل پرواز میکند؟ بعد در جواب میگوید که رئیس گفت که تمساح پرواز میکند. بعد میگه رئیس گفت رئیس گفته باشد حتما تمساح پرواز میکند اما پست پرواز میکند. این لطیفه در خوری اکثری مقامات تاجیکستان است که همه حرف ها و عملکردهایشان را به گفته های رئیس مطابقت میکنند. برای آنها سفید سیاه می شود و خرد بزرگ می شود، رکود به رشد مبدل می گردد و ضرر به فایده، اگر رئیس گفته باشد. این رئیس هم که سخنرانی هایش را دیگران آماده می کنند، اکثر وقت خودی نمایندگان همین مقامات گاه سفید را سیاه میگوید و گاه سرخ و گاه کبود. انقدرش در ملاقاتش با نمایندگان یک مقامات سفید را سیاه میگوید، چون سخنرانیش را نماینده همین مقامات نوشته است و منفعت دار است. سفید باید سیاه باشد. در ملاقات یا پیامش به مقامات دیگر سفید الکی سرخ می شود، سرخ، چون این مقامات که سخنرانی را نماینده خودشان آماده کرده است به سرخ بودن سفید منفعت دار هستند. انا همین خیل و غیره و هاکذا رفتن میگیرد. درباره معارف گپ زدنی باشد، رئیس به وزارت معارف میفرماید، وزارت معارف همین جانان کرده تبدیل خودش برآمد را تیار کرده میدهد به رئیس، به رئیسی کلان. به درباره وزارت کشاورزی گپ زدنی باشد، به وزارت کشاورزی میفرمایند، وزارت کشاورزی سخنرانی را جانان کرده آماده کرده میدهد. آمارهای بالا خانه‌دار آسمان بوس، او رئیسی بیچاره که در اونجا چی گپ رفته ایستاده است خودش صرف هم نمیرود، خوانده رفته هم میگیرد. در نتیجه همیشه در حسابات، سخنرانی، نشست‌های مطبوعاتی یک نهاد سفید را سیاه میگوید، دومی سرخ و سومی کبود. عجابت کار در آن است که کسی نمیتواند هیچ کدام از آنها را برای سیاه، سرخ یا کبود گفتنی سفید به جوابگری کشد، چون آنها دلیل دارند. دلیل چی است؟ رئیس گفته است. رئیس، تمام، همه خلاص. رئیس بیش از 10 سال است که امر رو تاکید میکند مردم ذخیره 2 ساله داشته باشند. رئیس رو فهمیده ده؟ پیشوا. تماشابینان عزیز، ای کاش همان فیلم حضرت یوسف رو نمی ساختند. باور کنید از روز پخش این فیلم رئیس خودش را حضرت یوسف پنداشته است و جان مردم را به حلقش آورده، به دل مردم زده است حضرت یوسف شدن هایش. این پیشوا تاکید میکند که همین رئیس کلان مردم باید ذخیره 2 ساله داشته باشند و به وزیران امر میکند آن را نظارت کنند.
وزیران یکی از دو راه رو دارند: یا واقعا ذخیره 2 ساله مردم را تامین نمایند و یا پیشوا را فریب دهند که همه صد است، انبارهای کل مردم پر از ذخیره های مواد خوراکه است. همین خیل وزیر کشاورزی سلیمان ضیازاده که حالا نو به کابینه حکومت وارد شده است، باید بیشتر از همه صداقتش به رئیس را به نمایش گذارد و نه تنها پرواز تمساح را تصدیق کند، بلکه به آن رنگ و بوی تازه دهد. این است که همتان آگاه هستید در نشست مطبوعاتیش پررویانه این مردک ادعا کرد که تمام مردم تاجیکستان ذخیره 2 ساله و برخی ها 3 ساله را دارند. ذخیره خوراکی 3 ساله. یعنی این چی گفتنی گپ؟ البته تمساح پرواز میکند، پس هم نه، حتی بهتر از پرنده ها پرواز میکند. همین خیلی نه این واهمه؟ همین خیلی. اکنون خاطرش میتواند جمع باشد. این تصدیق پرواز تمساح حتما به گوش پیشوا رئیس میرسد و عمر وزیری این مردک را درازتر میکند. اصلا برای پیشوایش هم مهم نیست تمساح پرواز میکند یا نه. برایش مهم این است که حرف نو گفته باشد، مردم را به وجد آورد و وزیران و رئیسک ها و وکیلان مردم حرفایش را تصدیق کنند. تصدیق مردم چندان مهم نیست. مهم آن است که وزیران و وکیلان و رئیسک ها گویند مردم هم تصدیق کرده است. همین خیل. گرفتن تصدیق مردم باشد کار آسان. هرگاه رئیس به جای سفر کرد، انبار خالی فقیره را با ذخیره 2 ساله پر میکنند. یک بیچاره قمبغله میرند، یک ماشین پروداکت رو برده با انبارش تخ میکنند به زیب کرده. بعد به نوار میگیرند، به رئیس نشان میدهند و وقتی رئیس رفت آن همه ذخیره ها را به خانه های خود میبرند. همین که رئیس دید و وقتی که نشان داده شد و نماینده های حکومت هم که به خانه های خودشان رفتند، باقی کسانی که این را تشکیل کردند باز همون نماینده های حکومت هستند، فقط زینه های کمتر پایانتر میکشانند به خانه های خود. بیچاره فقیر خودش چی میشود؟ اقلا ارنده پولی انبارش رو نمیدهند. فقیر که تو آمدنی رئیس اقلا قطعه های خالی داشت، شاید از اون هم محروم می شود، چون قطعه هایش را هم برداشته میبرن. بعضی قطعه هایی که خالی برای پیاز گرفتن، سبزی گرفتن در خانه اش داشت میبرن پر میکنن، بعد همه قطعه های به خودش کتی گرفته میبرن. این پیشوا، این رئیس پیشوا هم میدوند که وزیران و وکیلانش دروغ میگویند، دروغ، اما برایش این هم اهمیت ندارد. مهم در تلویزیون نمایش دهند که او ناگهان به خانه فقیره رفت و انبارهای او را پر از ذخیره 2 ساله یافت. همین خیل. مردم هم میدونند دروغ است و هیچ فقیر ذخیره اقلا 1 ماه را ندارد، چی رسد به 2 ساله. چون خودشان فقیرند و هیچگاه در عمرشان ذخیره 2 ساله را ندیدند. اما برخی این نیرنگ رئیس را نمیفهمند و فکر میکنند وزیران و وکیلان پیشوا رئیس را فریب میدهند. رئیس خوب بهترین است. تو وزیر و وکیل، رئیس حکومت ناحیه و ولایت گنده. این فریب های نهادهای پایانی را او رئیس پیشوا نمیداند. میدونست اینها را جزا میداد یا از کار خالی میکرد. بعضی مردم بسیار ساده لوحنده
اصلا ذخیره 2 ساله را ثروتمندان هم ندیدند. ثروتمندان هم ذخیره 2 ساله کرده نمیتوانند، چون ذخیره کردن خوراکواری برای 2 سال حتی اگر امکان خریدنش را داری اصلا غیر امکان است. نه، هیچ مواد خوراکی مهلت استفاده 2 ساله رو ندارد. اما همه این رو میشنوند، همه این رو میدونند که اینها دروغ گفته ایستاده است، فریب کرده ایستاده است. همه خاموش، به لب مهر بستگی. بر این حتی تاکید میکنند که برعکس این امکان هست، وجود دارد. در واقع این امکان هست که ذخیره 2 ساله و 3 ساله رو میتوان کرد. چون که رئیس گفته است، رئیس. اما کسی نیست به این رئیس پیشوا بگوید که اوی کودن، برای 2 سال ذخیره کردنی خوراک امکان ندارد. تو تا 40 سالگیت همیشه نیم گرسنه میگشتی و آرزو داشتی برای 2 سال ذخیره داشته باشی و در 40 سالگی ناگهان بال دولت به سرت نشست و یک کشور با تمامی بایگری هایش در اختیارت قرار گرفت و دیگر آن آرزو از سرت پرید. های رئیس پیشوا، حالا میدونی نیمی از رعیتت همین آرزو را دارد. همه میخواهد ذخیره داشته باشد، اما تو میخوایی مسئله رو به یک فرمان حل کنی. آرزو از واقعیت فرق دارد و عملی کردن همه آرزوها امکان ندارد، چون بعضی از آرزوها با قانونهای طبیعت مطابقت نمی کنند. همین رو نمیفهمی؟ با فرق از این رئیس پیشوا که کسی برای پرواز تیمساح از این رئیس پیشوا دلیل نمیپرسد که چگونه تیمساح پرواز میکرده است. وزیران بیچاره ها باید ثابت کنند که تیمساح میپرد، کرکدیل میپرد. حداقل در کجا؟ در نشست های مطبوعاتی باید ثابت شود، ثابت کند که چگونه تیمساح میپریده است. برای چی؟ برای اون که این روزنامه‌نگاران شلقین، این بیچاره هایی که گفتن تیمساح پرواز میکند، سوال بارانش میکنند که چگونه میشده است تیمساح پرواز کند. کنی دلیل مرد شو دلیل یابو گپ زن. آوردن دلیل برای دروغ بسیار مشکل است، به خصوص وقت خودت نه تنها دروغ گو بلکه کم سواد هم باشی. دلیل وزیر کشاورزی هم به ذخیره 2 ساله داشتن مردم از همین قبیل است. وزیر کشاورزی گفت یک روز قبل از نشست خبریش با بازار و مغازه های ناحیه های تابع جمهوری رفته و وضعیت را آموخته است و آنجا فراوانی محصولات را مشاهده کرده است. میدونید وزیر چی میگوید در نشست مطبوعاتی؟ میگوید کارتوشکا، سبزی، پیاز همه‌اش در بازار تال زدگی میخیل. من فکر میکنم میگوید که امروز تمام مردم کشور از جمله 70% تاجیکستانی ها که در دهات جای ها به سر میبرند ذخیره کافی، بعضی عائله ها حتی از 2 سال بیشتر ذخیره دارند. انا این بیچاره وزیر نمیدوند یا فکر میکند مردم ابله است و خبر ندارد که کارتوشکا و سبزی و پیاز تل نه به بلندی کوه هم برابر باشند.
امکان ذخیره کردنشان برای 2 سال وجود ندارد. در بازار مغازه ها فراوان بودن محصولات نمیتواند دلیل این باشد که آن در خانه های مردم هم فراوان است. برای آن که در خانه های مردم فراوان باشد پول لازم است. پول لازم است که مردم ندارد. تاجیکستان بر روی خط فقیرترین کشورهای جهان وارد می شود و بیش از 30% و بعد این پاندمی و بحران شاید بیش از 50% زیر خط فقر زندگی می کند. زیر خط فقر زندگی کردن به این معنی است که یک نفر حتی ذخیره 1 ماهه ندارد، شاید 1 هفته اینه ندارد. به گفته سلیمان ضیازاده امکان هست که در 60 ناحیه مضافاتی کشور برنج، گندم، میوه و سبزوات خشک برای 2 سال و 3 سال ذخیره کرده شود. به گفتن همینجا عباره امکان هست، معلوم نیست وزیر کدام امکان را در نظر دارد و باید مردم حد اقل یا ما روزنامه‌نگاران جستجو کنیم پیدا نماییم که کدام از این امکانها را جناب وزیر که کرسی وزیریش را به 3.5 میلیون دلار خریده است در نظر داشت. حد اقل به وزیر که شاید در این باره فکر نکرده است شپرگال دهیم تا برای پرواز تمساح دلیل های دیگری پیدا کند. من یک شپرگالکه تپه تیار. امکان مادی برای ذخیره کردن محصولات وزیر نام برده پیش از همه امکان مادی یعنی پول لازم است. برای 2 سال به یک خانواده میانه حد اقل 300 کیلو برنج و 1200 کیلو گندم لازم است. قیمت این مقدار تنها این 2 محصولات تقریبا $1000 می شود. اگر بسیار خوشبین باشیم و فکر کنیم که برای محصولات دیگری اولیه نیست همین مقدار پول لازم است، پس هر خانواده برای ذخیره به $2000 پول نیاز دارد. اکنون در گمان است که بیشتر از 10% اهالی چنین ذخیره پولی داشته باشد. پس امکان مادی ذخیره وجود ندارد. یک شپرگالکه دیگر، امکان تکنیکی. برای 2 سال نگاه داشتن برنج و گندم شرایط خاص و قطعه‌های مخصوص لازم است. آماده کردن چنین شرایط مبلغ، وقت و افزایش واردات بعضی نمودی محصولات مثلا چوب و تخته را طلب می کند. چون در دهات حدود 1 میلیون خواجگی زندگی می کند و برای ساختن این مقدار قطعه صدها هزار کوب چوب و تخته لازم است. پس امکان تکنیکی هم وجود ندارد جناب وزیر. یک شپرگالکه دیگر، امکان صنعتی. می گفتید که مثلا گریم دارای امکانات صنعتی هست مردم دهات، اما برای فراهم کردن ذخیره 2 ساله باید حاصل این نمود محصولات 3 برابر یا در 2 سال 2 برابر بیشتر کرده شود و یا به همین مقدار واردات آن افزایش داده شود. نه اینو نه آن کاملا غیر امکان است. این را حتی خواننده صنف ده که کمی از کشاورزی، اقتصادیات و نقلیات خبردار است میداند. چیزی دیگر امکان اجتماعی. برای آن که مردم برای 2 سال ذخیره کند، حتی اگر شرایطش را دارد باید باور کند که ذخیره کردن به نفعش است، اما مردم مثل رئیس کاودن نیست و میداند که برای 2 سال ذخیره کردن بیهوده بند کردن پول است و ریسک‌های مثل زدن کریم وجود دارد. مردم ابله نیست و میداند که اگر حتی پولی برای ذخیره مصرف میکردهش را گردش ندهد و به بانک گذارد، حداقل 20% بیشتر محصولات تر و تازه خریده میتواند.
وزیر کشاورزی در همین نشست مطبوعاتی درباره ذخیره میوه و سبزیجات خشک سخن راند. اشارهش رو هم کردم. میوه معلوم، اما سبزیجات خشک رو راستی ها چخیل فهمی؟ سبزیجات خشک اساسی ترین سبزیجاتی که مردم استفاده میبرد کارتوشکا و سبزی و پیاز است. چگونه میشود آنها را خشک کرد؟ تا حال در هیچ جای کسی شرح نداده است. اگر همین زیازاده اصول خشککنی کارتوشکا را کشف کرده است، خوب میشد به مردم میآموزاند. مردم که امکان مالی خشک و ذخیره کنی کارتوشکا و سبزی را ندارد، ولی حداقل وزیر چون اولین کشافی اختراعگری خشککنی کارتوشکا به کتاب رکوردها وارد و به جایزه های بین المللی مشرف میشد. همتونه وزیر کشاورزی پیشنهاد میکند در شهرها باید بیشتر محصولات کنسرو شده ذخیره کرده شود. از امکانات مالی و تکنیکی این کار نمیگوییم. به همه معلوم است که چنین امکانات وجود ندارد. همینجا تنها یک پیشنهاد به وزیر: حد میانه خانه های شهری را خانه 3 حجرگی حساب میکنیم و از وزیر خواهش میکنیم ذخیره 2 ساله خوراکی را کنسرو کرده در خانه 3 خانگی که 5-6 نفر زندگی میکنند جای دهد و آن را رسانه‌ای کند تا مردم یاد گیرند. وزیر جان، یک همین کار را کنید. اکنون یک مثال از نشست مطبوعاتی وزیر کشاورزی درباره این که سفید چگونه جای سیاه و جای سرخ و کبود می شود. بنا به اطلاع وزیر سال 2020 در تاجیکستان 1,517,000 تن غلگی حاصل شده است. از این حساب 864 تن گندم استحصال شده است که واردات آن را در قیاس با سال 2019 92,000 تن کمتر کرد. اما طبق اطلاع خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان در مقایسه با سال 2019 حجم واردات گندم به تاجیکستان به اندازه 19.1% و آرد 4.8% زیاد شده است. فهمیدید می تیمساح چگونه پرواز میکند؟ انا همین خیل. یکیش این خیل میگوید، یکیش این خیل. همین رئیس چگونه گفته باشد تیمساح پرواز میکند، انا همین خیل پرواز کرده رفتم میگیرد. سلامت باشید. تماشابینان عزیز ما، این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. پخش تگمه لایک را فراموش نکنید. با ما باشید. خیر تا برنامه های دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net